در جشن آبانگان پارسیان به ویژه زنان در کنار دریا و رودخانه‌ها فرشته آب را نیایش می‌کنند. تا به امروز احترام به آب در زرتشتیان عمیقاً ریشه دوانده است و در جوامع ارتدوکس به طور منظم به چاه خانه یا نهرهای مجاور هدایایی داده می‌شود. عمل اصلی عبادت به معنای واقعی کلمه برای تقویت آب است. آبها چه به صورت موج یا قطره، چه در مجموع به صورت نهرها، استخرها، رودخانه‌ها و چاه‌ها توسط آبهاس گروه الوهیت آبها نشان داده می شود. همانطور که در متون مذهبی هندی نیز وجود دارد، آبها عنصری اولیه محسوب می شوند. در کیهان زرتشتی آبها پس از آسمان دومین آفرینش هستند. در تقویم زرتشتی 10مین روز ماه به الوهیت آبها اختصاص دارد. آبانگان 4 آبان ماه به گاه شمار کنونی و 10 آبان ماه به گاه شمار یزدگردی یکی از جشن‌های ایرانی است که در ستایش و نیایش ایزدبانو آناهیت که ایزد آب‌های روان بوده است برگزار می‌شود. آناهیتا ایزدبانوی ایرانی بسیار برجسته است که نقش مهمی در آیین‌های ایرانی دارد و پیشینه ستایش و بزرگداشت این ایزدبانو در فرهنگ ایرانی به دوره‌هایی پیش از زرتشتی در تاریخ ایران می‌رسد. او از فراز ابرهای آسمان به فرمان اهورامزدا باران و برف و تگرگ را فرو می‌باراند. ایرانیان کهن آب را پاک و مقدس می‌شمردند و هیچگاه آن را آلوده نمی‌کردند و آبی را که اوصاف سگانه‌اش رنگ، بو، مزه دگرگون می‌شد برای آشامیدن و شستشو به کار نمی‌بردند. جالب اینجاست که میگویند اگر در این روز باران ببارد آبانگان به مردان تعلق گرفته و مردان تن و جان خیش را به آب می‌سپارند و اگر بارانی نبارد آبانگان زنان است و زنان آبتنی می‌کنند.